در اینجا میخوام 7 دلیل کاملا علمی و اثبات شده براتون بیارم که ثابت میکنه قهوه خورها سالمتر هستند که آخرین دلیل از همه مهمتره. دلیل اول اینه که قهوه خورها مغز و اعصاب سالمتری دارن. مصرف منظم قهوه باعث پیشگیری از افسردگی میشه و حتی حالات اونو بهبود میبخشه و همینطور مصرف قهوه باعث کاهش ابتلا به پارکینسون، آلزایمر و زوال عقل میشه. دلیل دوم اینه که قهوه خورها قلب و عروق سالمتری دارن. کافئین LDL یا همون کلسترول بد رو کم میکنه، در نتیجه خطر سکته رو کاهش میده. دلیل سوم این که قهوه خورها کبد سالمتری دارن و کمتر دچار کبد چرب میشن. مصرف قهوه یه جورایی از کبد سمزدایی میکنه. دلیل چهارم اینه که قهوه خورها پوست بهتر و زیباتری دارن. مصرف کافئین با باز کردن عروق خیلی ریز زیر پوست باعث میشه خیلی از آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی در دسترس سلول های پوست قرار بگیره و کلاژن سازی بهتر انجام بشه. دلیل پنجم خوشبختی قهوه خورها اینه که اندام بهتری دارن. مهمترین ماده مؤثره قهوه کافئینه که عامل مؤثری در چربی سوزیه. در بیشتر مکمل‌های لاغری از کافئین استفاده میشه، حتی برای لاغری‌های موضعی از موادی همراه با کافئین زیاد در موضع به صورت تزریقی استفاده میشه. مصرف قهوه گردش خون و متابولیسم رو زیاد میکنه، در نتیجه از اضافه وزن جلوگیری میکنه. مصرف قهوه با تنظیم انسولین خطر دیابت رو کم میکنه. قبل از اینکه مورد بعدی رو بگم ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید. دلیل ششم، قهوه منبع غنی از ویتامین های B2، B5، نیاسین، منگنز، پتاسیم و منیزیمه. و دلیل آخر که خیلی هم مهمه اینه که قهوه خورها کمتر سرطان میگیرن. قهوه غنی از آنتی اکسیدان های ضد سرطانه. در تحقیقات سال 2021 با قاطعیت میزان سرطان سینه، پروستات، پوست و کبد در قهوه خورها کمتر شده. بله، مصرف قهوه عوارضی هم داره که در صورت مصرف بیش از حد میتونه مضر باشه و یا در صورت داشتن برخی بیماری ها باید از مصرف اون خودداری بشه. مصرف قهوه در فنجان های کوچک تا روزی 3 بار طبق تمام پژوهش های پزشکی نه تنها هیچ عارضه‌ای نداره بلکه بسیار پرخاصیت و مفید خواهد بود. مراقب سلامتی خودتون باشید.